سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به وبسایت مؤسسه پایان پژوهش. سلام. بله، مؤسسه‌ای که خدمات انجام پایان‌نامه و مقاله علمی ارائه میده. دقیقاً. کارشون برای ارشد و دکتری، پروپوزال نویسی ایناست. هدفمون اینه که ببینیم خب چی ارائه میدن، چه ادعایی ها دارن و اینا برای شما به عنوان دانشجو چه معنی داره. همینطوره. میخوایم ببینیم این خدمات چطور میتونن کمک کنن، ولی خب چه جزئیاتی رو هم باید شما در نظر بگیرید. از همون اول کار، یعنی انتخاب موضوع، تا بحث کیفیت و هزینه ها. خب نکته اول و شاید اصلی ترین شعارشون اینه که از انتخاب موضوع تا روز دفاع کنار دانشجو هستن. این یعنی یه پوشش کامل از 0 تا 100. بله، این ادعای بزرگیه. یعنی کل مسیر رو پوشش میدن. آره، خدماتشون هم خب زیاده. انجام کامل پایان‌نامه برای ارشد و دکتری، نوشتن پروپوزال، انجام مقاله، حتی گفتن مقالات ISI. که خب میدونیم استاندارد بالایی داره چاپ مقاله ISI. دقیقاً. تحلیل آماری هم هست، مثلا با SPSS که خیلی ها استفاده میکنن، و حتی تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپش. این تنوع خدمات جالبه. به نظر میاد سعی کردن همه نیازهای احتمالی دانشجو رو پوشش بدن. یه نکته دیگه که روش تأکید داشتن، استفاده از سامانه همانندجو بود برای جلوگیری از سرقت ادبی. گفتن اگه بخواید گواهی هم میدن. این مهمه. بحث اصالت کار و خب همون کیفیتی که ادعا میکنن. ببینید دلایلی هم برای بهترین بودن آوردن. تیم قوی تو هر رشته، کیفیت بالا در حد همون ISI، تنوع خدمات، قیمت به قول خودشون رقابتی و مشاوره رایگان. آره، مشاوره رایگان هم دارن، حضوری تو تهران و تلفنی برای شهرستان‌ها. اما میرسیم به بحث هزینه. بله، اینجا یکم قضیه فرق میکنه. قیمت ثابتی وجود نداره. دقیقاً. گفتن عوامل مختلفی روش تأثیر داره، مثلا اینکه شما کجای کارید، فقط نگارش میخواید یا از انتخاب موضوع. درسته. مقطع تحصیلی هم هست. خب دکتری طبیعتاً پیچیده‌تر و گرونتره. نیاز به نرم افزار خاص مثل مطلب یا نرم افزارهای شبیه سازی. حجم پایان نامه و یه نکته جالب، اعتبار دانشگاه شما. بله. این خیلی جالبه. یعنی میگن اگه دانشگاهتون سطح بالاتره، کار با کیفیت‌تر و خب گرونتری نیازه. این یعنی یه جورایی خدماتشون رو متناسب با سطح دانشگاه تنظیم میکنن ظاهراً. پس شما به عنوان دانشجو باید خیلی دقیق بدونید چی میخواید و در چه سطحی. جالبه که مراحل کار رو هم توضیح دادن، از 0 تا 100. آره، مراحل استاندارد، انتخاب موضوع، پیدا کردن استاد راهنما، ارائه پروپوزال، بعدش نگارش خود پایان نامه که معمولاً 5 فصل داره دیگه، مقدمه، ادبیات تحقیق، روش کار، تحلیل داده ها و نتیجه گیری. دقیقاً. فصل اول نقشه راهه، فصل دوم مبانی نظری و کارهای قبلی، فصل سوم میگه چجوری کار کردید، فصل چهارم نتایج و فصل پنجم تفسیر و پیشنهاد. این ساختار کلاسیکشه. روی یه سری نکات کلیدی هم تاکید داشتن، مثلا که فرمت دانشگاه رو حتما رعایت کنید، نرم افزارهای تخصصی رو یاد بگیرید یا حداقل بدونید چی لازم دارید. بله، و اینکه امکانات دانشگاهتون رو در نظر بگیرید. آیا اصلاً اون کاری که میخواید بکنید امکان پذیره تو دانشگاه شما؟ و البته اطمینان از جدید بودن موضوع و مهمتر از همه علاقه خودتون به موضوع. همینطوره. مخصوصاً بحث جدید بودن و قابل انجام بودن. ببینید علاقه خیلی مهمه، ولی اگه موضوع قابل اجرا نباشه، یعنی به داده ها یا منابع دسترسی نداشته باشید، خب به مشکل میخورید. شاید اینجا تجربه این مؤسسات بتونه کمک کنه. البته به شرطی که اون تیم قوی که میگن رو واقعاً داشته باشن تو هر رشته‌ای. دقیقاً. و تأکیدشون روی منابع قوی، به خصوص منابع خارجی و مقالات بروز هم درسته. اینا مستقیما روی کیفیت نهایی کار تأثیر میذاره. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، وبسایت پایان پژوهش یه تصویر جامع از خدمات پشتیبانی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی میده. بله، با تأکید زیاد روی پشتیبانی کامل، کیفیت، استفاده از ابزارهایی مثل همانندجو و یه فرایند مشخص.
راه‌های تماس هم که گفتیم تلفن و واتساپ و تلگرام رو ذکر کردن برای ارتباط مستقیم شما. و این همه اطلاعات ما رو میرسونه به یه سوال نهایی برای شما که دارید گوش میدید. با فرض اینکه چنین خدماتی وجود داره که میتونه تقریبا تمام مراحل فنی کار رو انجام بده، و شما ازش استفاده کنید؟ بله. به نظرتون کدوم بخش از فرایند تحقیق و نوشتن پایان نامه اونقدر برای رشد شخصی و علمی خود شما به عنوان دانشجو حیاتیه که به هیچ وجه نباید اون رو واگذار کنید؟ حتی اگه از کمک‌های دیگه استفاده می‌کنید، کدوم مهارت یا بخش رو باید حتما خودتون درگیرش بشید؟ سوال خوبیه. روش فکر کنید. ممنون که با ما بودید.